پولی که هموطنان ما به شما روان میکنن او را شخصا خودتان استفاده میکنین و چکر میرن همراه دوستا خودتان مصرف میکنین؟ درباره از این معلومات بدید. چی رقم سوال از شما پرسان میکنید؟ کدام رشته را خواندید شما؟ هیچ ما ژورنالیست نیستیم. نه هستم، من معلومات پیدا کردم، شما ثبوتم دارم. کل سوالای شما به اشتباه هستن. نه من شما ثبوت گفتم من دارم. نیاز به کمکام ندارم، به پولام ندارم. شما رأسا من یک دوست معرفی کردین به بینندایتون. این برنامه رو دیلیت کنید. این برنامه رو من اجازه نمیدم نشر کنید. آقای احمدیار زیاد جدی نشین، هدف ما شما نبودین. هدف ما این بود که چی گفتنی دارین به کسایی که امی کارا میکنن. شما اصلا اول طرز سوال کردن یاد بگیرین، بعد زود با سوال کنید. شما بخیر سوالتون اشتباه است. سوال درست است. بس ما پیشتان میان سوالا رو برام همیشه نوت کنیم، باز ما پرسان میکنیم. نه دوست نه خدا من شما میگم صاحبانه میکنم. نه یا هیچ نمیفهمن اینا چی سوال میکنن، اینو از کجا آوردی؟ درود و سلام خدمت شما خوبان، دوستان نازنینم. امروز مهربان هدایتی با یک برنامه متفاوت، با یک مهمانی که همیشه به نیازمندان کمک کرده، همیشه پولها و صدقه های شما را به نیازمندان رسانده، دست شفقت و مهربانی داره. شخص به نام آقای احمدیار است که ما امروز مهمان هستند. بیشتر امروزشان صحبت میکنیم تا آخرین لحظات بیننده باشید. این خوب نیست که من این سوال ازتان بپرسم چون بعضی از دوستا با چهرهتان آشنا هستند. اگر خود کوتاه به بینندای ما معرفی کنید. تشکر، زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه منو دعوت کردین. فواد احمدیار هستم، در ولایت پنجشیر به دنیا آمدیم. مجری یکی از برنامه‌های به نام فقر و لبخند، یک برنامه خیریه است که توانستم زندگی تعداد زیاد از هموطنان خود توسط برنامه تغییر بدم. آقای احمدیار، شاید به بیننده‌های ما این سوالم در ذهنشان گذشته باشه، پیدا شده باشه که تحصیلاتتان چقدر است؟ من از پانتون کاردان رشته اقتصاد لیسانس فارغ شدیم. ماستری هم تصمیم دارم بخیر در این وقتا میخوام. زیاد خوب. سر اصل موضوع میریم. شما کاربار بنیاد خیریه را میکنین. میشه درباره بنیاد خیریه‌تان یک کمی معلومات بدین؟ بنیاد خیریه ما به نام فقر لبخند است. دوستای من از خارج از کشور حمایت میکنن. ما با همانگیز و کمک مردم میرسونم. کمک‌های مختلف دارم. کمک‌های مواد خوراکی، تداوی مریضان، زمینه‌سازی کار برای جوانان، به بخش تحصیلی کمک کردن، و گونه‌های مختلف، حزب‌های مختلف، تاجران خیرخواه خود داخل کشور من حمایت میکنن و به هموطنان خود خدمت میکنم و کمک رسانی میکنم. آقای احمدیار، چه باعث شد که شما بیاین که بنیاد خیریه بسازین؟ ما قبلا 8 سال قبل از امروز وقتی که مسئول پانتون کاردان بودم، ما با دوستای خود کمک جمع‌آوری کرده کمک رسانی میکردیم. یک فکری به ما گشت، گفتم بیا این کمک‌ها رسانی کنیم تا بتونیم حمایت دوستای خود خارج از کشور به دست بیاریم تا بتونیم کمک‌های زیاد به هموطنان خود کنیم. چون فقر به بیچارگی را همه ما در زندگی تجربه کردیم. از در دل هموطنان خود میاییم، گفتیم باز بتونیم تا خدمت بیشتر کنیم به مردم خود. و 5 سال میشه که ما این رسانه‌ای کردیم و در مدت 5 سال تونستم 10 میلیون افغانی را و صدها مریض تداوی کنم از آدرس‌های مختلف در وقت‌های مختلف به مردم کمک رسانی کنم. پولی که شما به فقیرها و نیازمندا کمک میکنین، پول شخصی خودتان از یا هموطنان ما از خارج از کشور یا داخل کشور کمک میکنن؟ مرا دوستای از اروپا و آسیا امریکا حمایت میکنن، ما کمک میکنن، ما کمک اونا را میرسونم و یک دو نفر تاجرای خیرخواه داخل کشور از اونا ما را حمایت میکنن. همیشه اونا پولای اونا رو ما به مردم میرسونن. بسیار زیاد خوب. روند کمک رسانیتون چگونه است؟ خودتان میرین شخص انتخاب میکنین به خاطر کمک کردن یا مردم براتون معرفی میکنن؟ از همسایش پرسان میکنیم، اگر ضرور شد نیاز شد از وکیل کوچه پرسان میکنیم، اگر نیاز نشد برش کمک رسانی میکنیم. وقتی که مطمئن شدیم اگر دلشان اسپانسر خواستن، دلشان مواد خوراکی کار داشتن، اگر زمینه سازی کار خواستن، بازار چی خواستن برشان کمک میکنیم. بسیار زیاد خوب. اگر یک مرور کوتاه داشته باشیم درباره فعالیت‌هایتان، بیشتر به کدام نوع مردم کمک کردین، چی کمک کردین و به مردم به کدام ولایت مردم کمک کردین؟ کمک‌های ما فقط داخل کابل است. در ولایت‌ها در منطقه تگاب یک به چای بمبی آب جور کردم به مردم اونجا که نیاز به چای بمبی آب داشتن. دیگه داخل کابل هستم، مواد خوراکی کمک میکنم، زمینه سازی کار به جوانان میکنم، در بخش تحصیلی کمک میکنم. کسایی که توان کار ندارن، مثال دی سفید هستن، پدر و مادر دی سفید هستن، پسر جوان ندارن، با اونا مواد خوراکی کمک میکنم یا براشون اسپانسر پیدا میکنم به خاطر اینکه اونا توانایی کار ندارن. کسی که بچه جوان داره براشون دکان جور میکنم، بیش از 100,000 افغانی سرمایه گذاری براشون میکنم تا بتونن به بازوی خود استاد شون و کار کنن. و کسایی که مریض هستن به اونا اسپانسر پیدا میکنم به خاطر اینکه مریض هستن، توانایی ندارن کار کنن.
بسیار زیاد خوب. بجز از اینکه مواد خوراکی کمک میکنین، جوانایی که ما را بیننده هستند بی بضاعت هستند، آیا از لحاظ تحصیلی و پولی برشان کمک میکنین به جوانان؟ بله، تعداد زیاد جوانان را در مکتبای شخصی، آمادگی کنکور، پانتونای شخصی ثبت نام کردیم، فیسشون پرداخت کردیم، یک سال فیسشون پرداخت کردیم، پیسه کرایه‌شون، پیسه چپترشون و اونا میرن همیشه ادامه تحصیل میکنن و تعداد زیاد جوانان رو برشون کراچی جور کردیم، کراچی آیس کریم، کراچی سوپ، کراچی جوس انرژی، برشون سرمایه گذاری کردیم تا بتونن کار کنن. بسیار زیاد خوب. زمانی که یک نفر رو کمک میکنیم دوستای عزیز، به لبایش خنده میاریم، این بسیار زیاد یک احساس خوب و آرامش داره. شما چگونه احساس میکنید زمانی که یک هموطنتان کمک میکنید؟ احساس خوشی میکنیم، به دست آوردن رضایت الله است. وقتی که اون خوشی را که انسان در روی در فکر یک فقیر میبینه، اون خوشی را خود انسان هم حس میکنه و خداوند چندین برابر از راه برای انسان دوباره نصیب میکنه پول دارایی که خودش اصلا تصورش نکرده باشه. بسیار زیاد خوب. گاهی شده رفته باشین یک هموطن ما رو دیده باشین که به کمک نیاز داشته باشه، زمانی که وضعیت از دور دیده باشین، وضعیت اقتصادیشانه یا مریضیشانه، شما متاثر شده باشین، حتی گریون کرده باشین به حالشان؟ در رمضان کمک میکردم. یک پدر و مادری بودن، 5 فرزند داشتن، فرزنداشون از خانه کشیده بودشون، کسی نداشتن، کسی نانآور خانه نداشتن. بسیار متاثر کننده بود که یک پدر 5 فرزند نگاه میکنه، ما 5 فرزند یک پدر نگاه نمیکنه. ما فوری برشان یک پکیج $200 برشان کمک کردم، مواد خوراکی دیگه برشان اسپانسر پیدا کردم، خط خارج از کشور برشان کارت بانکی جور کردم، ما $100 آمریکایی به اکانتشون میاد و همیشه به هم ساختم. بسیار متاثر کننده می بود که پدرم نتوان کار داشت، خانمش مریض بود و کسی نداشت که اونا را جمع کنه. بسیار زیاد خوب. در بنیاد خیریه که شما کار میکنین با خاطرات بسیار زیاد خوب مواجه میشین، با خاطرات بسیار زیاد بد مواجه میشین. اگر یک خاطره خوبتان از کار کردنتان در بنیاد خیریه با دوستا بگوین و یک خاطره بدتان؟ خاطره بدی است که یکی از خانم‌ها در واتساپ بر ما پیغام کرد، گفت اگر به کمک من نرسی من خودکشی میکنم، من کس ندارم. عکس تابوت روان که یک نفر در تابوت داد، گفت شوهرم از چند وقت میشه فوت کرده و من رفتم فوری به کمک از این بسیار به مشکل رو مرا در کوچه خیرخانه پیدا کردم. وقتی که رفتم اونجا من گفتم خب خاله جان چی میخواین براتون اسپانسر پیدا کنم، فارم موجود کنم براتون زمینه سازی کار کنم؟ او گفت بر من اسپانسر پیدا کن، من کسی ندارم. وقتی که از خانه برآمدیم باز اونجا سروی ما شروع میشه. از یک همسایه‌اش پرسان کردم، او گفت که بله شوهرش فوت کرده، چون خودش به او گفته بود. از همسایه دومش که پرسان کردم گفت نه شوهرش زنده است. رفتم بالاخره از وکیل کوچه پرسان کردم، وکیل کوچه گفت شوهر جوانی 2 برابر تو است، 2 برابر تو است. پس دوباره به خانه آمدم، دی خاله برام چیز کرد که من شاید به ما کمک نکنید. گفتم خاله ما چقدر به مشکل تو را پیدا کردیم، چقدر تو ویدیوها رو که چقدر ما رو متاثر ساختی و یک خاطره بعد از انسان به از کمک کردن بسیار میکنه. بالاخره اگه ما می کار کنیم تو رو معرفی کنیم، شوهر تو ویدیو رو ببینه که ما به شما کمک کردیم اما شما شوهرتان زنده است. یکی از خاطرهای تلخ بود. خاطرهای خوشمایی بود که یک بچه‌ک به نام فرشاد جان برش یک دکان خوراک جور کردم، 100,000 سرمایه گذاری کردم 3 سال قبل از امروز. یک روزی از چهارراه انگرا یک دکان سودا می‌خریدم، وقتی داخل دکان شدم سودا را گرفتم، چشمم به بچه خورد، من فکر کردم اینجا کار میکنم. او خود به من معرفی کرد، گفت شناخت، گفتم بله شما رو شناختم، گفت اینجا کار میکنید؟ گفت نه همون سرمایه‌گذاری که تو با من کردی امروز من صاحب یک دکان شدیم، 2 نفر کارمند دارم و پیش من کار میکنم. ما مثلا خاطره خوش بود تونستم با کسی زمینه سازی کار کنم و امروز دست چند هموطن دیگه ما رو گرفته امروز کار میکنم. بسیار زیاد خوب. در این عرصه کیا تشویقت میکنن؟ مرد دوستان تشویق میکنه، همکارا تشویق میکنه، همه مردم افغانستان که مرا در گوشی میبینن تشویق میکنن، از کار خوش هستن و مرا خیلی حمایت میکنن. بسیار زیاد خوب. در بخشی که شما کار میکنین کمک مردم میکنن، کمک پولی را، اما محبوبیت و مشهوریت خودتان میگیرین. درباره از یک کمی ببینین در ما معلومات بدین. ما کمک میکنیم، محبوبیت و مشهوریت میگیم، مطمئن هستم که امی ثوابی که بر ما میرسه به اونا میرسه. امی خوشی که ما میبینیم کمک کننده هم میبینه. هدف ما از مشهور و شهرت پیدا کردن نیست. من تونستم با گرفتن یک عکس سلفی به 70 فامیل مواد خوراکی کمک کنم. یک عکس سلفی در عید قربان گرفتم از یک دارالایتام، 100 جور لباس، 100 جور کرمک، 100 جور روی پاک، جراب، همه چیز برشان بردم. بسیار زیاد خوب. با تجارایی که ما را بیننده هستن چی گفتنی دارین زمانی که میرن یک هموطن ما را کمک میکنن؟ از او هموطن ما ویدیو میسازن، عکس میگیرن، در صفحات اجتماعی میندازن. شما درباره از چه معلومات دارین؟ چی گفتنی دارین که آیا خوب از ویدیو انداختن، عکس گرفتن یا نیست؟ نیت به قلب است، معصومه پیش الله پاک است. اگر یک نفر نیتش بی باشه که نماز تهجد نصف شب در ترک میخونه، اگر نیتش خیر باشه اخلاص است. اگر ای که یک نفر نماز در یک اتاق مخفی میخونه و فکرش است که کسی منو ببینه من نماز میخونم،
ریا گفته میشه. اگر من از پول خود کمک کنم و خود شو کنم به شبکه‌های اجتماعی طبعا ریا گفته میشه. من یک پول ارتباطی میشم اگر من خود شو نکنم کس قبول نمیکنه. ما با گرفتن ویدیوهای خود تونستیم به مریضا اسپانسر پیدا کنم، تونستیم به مردم مواد خوراکی کمک کنم، تونستیم چای بندی آب جور کنم، تونستیم مسجد این کار را بازسازی کنم. کلش از برکت این ویدیوها بوده. اگر ویدیو نگیری کسی اعتبار نمیکنه. بسیار زیاد خوب. چه پلان دارین با آینده؟ آیا میخواین یک کار جدید شروع کنین؟ میخوایم زمینه سازی کار برای جوانان زیاد بیشتر بازی کنیم. از مواد خوراکی که چون مواد خوراکی کمک میکنی یک ماده ما به اون میباشه به اون فامیل باز نیاز به کمک پیدا میکنه. میخوایم برشان زمینه سازی کار کنم، دکان جور کنم، کراچی جوس های آیس کریم یا برشان جور کنم، در بخشای تحصیلی کمکشان کنم تا بتونن خودشان به وضعی خود استاد شوند و نیاز دیگه به کمک پیدا نکنن. سوال کمی لحظه به ما پیش شد، شما امکانات از این دارین که خارج برین؟ چون شاید دوستایتان حمایتتان کنن، هموطنای ما حمایتتان کنن. دلیل از این چی است که شما خارج نرفتین تا بالا؟ می دفتری که کار میکردم تمام همکارای کیس داشتن رفتن، تعدادشون باقی مونده، اونا هم میرن. و دوستایی که من قبل از این دوره حمایت میکردن اونا هم بعد ما درخواست کردن اگه خارج از کشور ما کمک میکنیم. بده ما نمیخوایم که برم، میخوایم در کشور باشم، با مردم خود خدمت کنم، کنار هموطنان خود باشم و هیچ وقت از کشور ما دور نمیرم. بسیار زیاد خوب. این جای افتخار از بینندای عزیز که یک جوان ما فعلا مصروف کار بنیاد خیریه از هموطنان ما را کمک میکنه. واقعا این جای افتخار است. آرزوی موفقیت بیشتر تان داریم. آقای احمدیار، تا که من درباره شما معلومات گرفتم، من از یک جای پیدا کردم که شما پولی که هموطنان ما به شما روان میکنن او را شخصا خودتان استفاده میکنین و چکر میرن همراه دوستا خودتان مصرف میکنین. درباره از این معلومات بدید. چی رقم سوال از شما پرسان میکنید؟ کدام رشته را خواندید شما؟ هیچ ما ژورنالیست نیستیم. نه هستم، من معلومات پیدا کردم، مستقیم دارم. کل سوالای شما به اشتباه هستن. نه من شما گفتم من نیاز به کمکام ندارم، به پولام ندارم. شما راسن من یک دوست معرفی کردین با بینندایتون. این برنامه رو دیلیت کنید. این برنامه رو من اجازه نمیدم نشر کنیم. آقای احمدیار، زیاد جدی نشین. هدف ما شما نبودین. هدف ما این بود که چی گفتنی دارین به کسایی که امی کارا میکنن. شما اصلا اول طرز سوال کردن یاد بگیرین، بعد زود با سوال کنید. شما بخیر سوالتون اشتباه است. سوال درست است. باز ما پیشتان میان سوالا رو برام همیشه نوت کنیم، باز ما بپرسم. نه دوست من هیچ کس شما میگم صاحبانه میکنم. یا این نمیفهمن اینا چی سوال میکنن، اینو از کجا آوردی؟ آیا اینا ژورنالیست خواندن؟ ما پیغام به کسایی که از این آدرس استفاده میکنن باید متوجه از پیسه باشن، چون پیسه یک فقیر است. حق یک کسی است که در روی سرک است، یک غریبی است که کار میکنه، نان شب به خانه نداره، یک قوت یک شخص است. من از دوستا تقاضا میکنم که اینا به شکل دقیق پیش برن و همه دوستایی که در خارج از کشور هستن باید سر هر کسی اعتماد نکنن. یک کسی که خوب دقیق میشناسن، یک کسی که توانایی بالا داره، چون نیاز به پول نداره، کسی پولا نمیگیره و اونا پول خود بدن. آقای احمدیار، بسیار زیاد ببخشین. هدف ما از این سوال امیگه په آخرتان بود که پیامتان به میتو تجارت دادین. بسیار زیاد ببخشین اگه خفه شده باشین از گپ من. خواهش میکنم. قبلا ما این برنامه را جور کرده بودیم، برنامه دایرکتر گفته بود که اینا برشان بگو که همین یک برنامه جور شده. بسیار زیاد تشکر. خیر از آقای احمدیار کدام گپ نیست. خوبه که پیامتان به قسم اشخاص دادین. آقای احمدیار، گپ آخرتان به این برنامه چیست؟ اگر کدام پیام داشته باشین کمری چنل یوتیوب ما هایپرمدیا در خدمتتان است. پیغام ما به دوستایی که من با تماساشون جواب دادم نمیتونم، ازشان معذرت میخوایم، چون من نمیتونم به همه مردم افغانستان کمک رسانی کنم. هر وقتی که دست ما کمک باشه من با هموطنان با تماس بگیرم و بهشون کمک رسانی میکنم. زیاد کسا هستن در کامنت ها واسه ما توهین میکنن، شما پیغام کسی را جواب میدی، از کسی را جواب دادن نمیتونی، چون من پول ارتباطی هستم. اگه پول دستم باشه کمک مردم رسیدگی را میتونم، اگه نباشه نمیتونم. و ما از تمام تاجرین و دوستایی که با توانایی اقتصادی بالا دارن مخصوصا در این شرایط به هموطنان ما زمینه سازی کار کنن، دست هموطنان ما رو بگیرن که مردم ما خیلی دچار مشکلات است. بسیار زیاد تشکر. آرزوی موفقیت‌های بیشترتان داریم. دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. امید که از برنامه امروز ما لذت برده باشین. شما را میسپارم به الله متعال یا خداوند یار و مددگار همگان.